حالا تقریبا یک 10-12 سال میشه صاحب که ما اینمی هستیم به خدمت اینمی کفترکا خود دانه و او دانش اینم از کمک اینمی مردم است. این مردم که تیر میشن زیارت میان یا نماز خواندن میان یک 5 درک کمک میکنن برای یا دانه میخرن میتن و این یک اویش سویش ما میاریم. خواست ما اینمی است که اینمی پرندگکای بی‌آزاره و نمود اینمی شاید شمشیره و نمود شهر کابل یک اما جایی که سابقه شون هیچ جای نو جور نکنند. اونم جای سابقه شون جایشون که خانه شون که قید کرده جالی گرفته اون نمود بان آزاد یا پس خودشون میره و نه یا از کسی او میخواه یا نه دانه روزی آرام خدا میته و اینمی مردم میته خالی یا اونمو مدیریت نکنه که به خانهش قید نکنه خانهش آزاد. فعلا اینمی کفترکا بی خانه و بی جای شدن کم شدن به این خاطر که در مملکت‌های خارج از حیوانات حرامگوشت سگ و خوک و از این چیزای حمایت میکنن. مگر در ملک ما و شما این حلال گوشت کفتر پرنده بی‌آزار اینی را خانهش قید کردن نمیمانند تا تصمیم گرفتن که بیخی ما را از این فرار بتن همی کفترها را نمانند. در بسته شهر کابل 3 متر جای گرفتن. این 3 متر جای هم به میار روادار نیست که امی پرندگک‌ها همینجا زندگی کنه و نمود اینمی مسجد اینمی کفتراست. امی کفترها که نباشه این مسجد زیارت یک قسم بینمود معلوم میشه. وزارت رفتیم در وزارت تا پیش رئیس اوقاف رفتیم گفتیم که نمیتو یک مسئله هست یک 2-3 نفر هست که نمی کفترها را نمانند یا هر مقصدی که دارن یا بالاخره کدام مقصد شخصی که دارن اوش دیگه من نمیفهم مقصد اینمی کفترها را چند دفعه آمد ما را اخطار داد که نه کفترها را میمونم نه شما را و فعلا ما پای در رواستیم اون خانه‌شان رو برین سعی کنین خانه‌شان رو جالی گرفته اگر این مسجد بازسازی میشه خب یا از بودجه دولت میشه یا از پیسه مردم شخصا از جیب کسی خود نمیشه مسجد ولای خراب میشه اما قسم که مسجد شده شمشیری ولی آثار سابقه است یعنی کفترها مربوط همون میشن مگم یا پرنده یا که خانه داشته باشه روز به روز نسل زیاد شده میره فعلا یا خانهشون بند است این در شهر کابل
سیار است. هیچ معلوم نیست چوچایش هر جای میفته پیشک بخور استکا بگی دیگه هیچ معلوم نیست. این یک بود یک جای بود اونمونده چوچه گذاری میکرد روز بر روز نسل زیاد شده. این حال از وقتی که نمی بازسازی مسجد پس دوباره شروع شده خانهایشان قید کرده یا نسلش کم شده.